سلام دوستان. برای ما ایرانیان نوروز و برای مسیحیان کریسمس مهمترین جشنیه که برگزار میشه. از اونجایی که بخشی از هموطنان ما هم مسیحی هستن، دوست داشتم تعدادی از آداب و رسومی رو که توی جشن کریسمس اجرا میکنند رو برای شما توضیح بدم. ولادت مسیح پایه جشن مسیحی کریسمس در 25 دسامبر. مسیحیان در مناطق مختلف دنیا سنت‌ها و رسوم خاصی را اجرا می‌کنند. رسومی مثل گذاشتن حلقه گل بر درب ورودی منازل که نمادی از تاج خالی هست که بر سر مسیح در هنگام به صلیب کشیده شدن بوده. رنگ سبز در این حلقه نماد زندگی بی‌پایانه و روبان قرمزی هم که برای تزیین حلقه به کار میره نماد خون ریخته حضرت مسیحه. در بسیاری از نقاط جهان از درخت کاج و تزیین اون برای برپایی جشن کریسمس استفاده میشه که البته بنا به سلیقه مردم در یک خانواده، منطقه یا کشور متفاوته. مثلا در اوکراین از تار عنکبوت برای تزیین درخت کریسمس استفاده میکنن. اما رسمی که در میان بیشتر مسیحیان مشترکه رسمی است به نام مغاره. رسمی که در خانه یا بیرون از خانه اجرا میشه، گاهی همراه با نمایش‌های باشکوه در شبستان کلیساها. اما سنت مغاره چیست؟ مغاره یا تابلوی ولادت یک نمایشگاه دینی است که ویژه ایام کریسمس بوده و در آن عناصر مختلف صحنه ولادت عیسی را بازسازی می‌کنند. چون آغلی که عیسی در آن به دنیا آمد درون یک غار بود، به این روش بازنمایی مغاره می‌گویند. در بعضی مناطق بازآفرینی صحنه ولادت از درخت کریسمس هم مهمتر و سنتی تر بوده و نوعی رقابت در میان افراد برای تزیین و برپایی آن وجود دارد و هر خانواده مسیحی تلاش می‌کند تا تابلوی ولادت زیباتری با استفاده از عناصری مانند عروسک در منزل خود برپا کند. خب بازم از توجهی که به ویدیوی من داشتید ممنونم. امیدوارم که دوست داشته باشید و لایک کنید و سابسکرایبمون کنید. متشکرم. خدا نگهدار.